که مفهوم ذات در لغت و اصطلاح بدانیم. مفهوم ذات در لغت و اصطلاح بفهمیم. خود کلمه ذات در لغت به معنای صاحب است و غالبا در زبان عربی به شکل مضاف استعمال می‌گردد. مثلا میگن که ذات وجود یا صاحب وجود، ذات قدرت یعنی صاحب قدرت، ذات عز یعنی صاحب عزت، ذات علم صاحب علم، ذات کرم صاحب کرم و غیره. و سپس علمای اسلام کلمه ذات که در قرآن نفس آمده، در قرآن چی استعمال شده؟ نفس استعمال شده. در قرآن الله سبحانه و تعالی میگه که و یحذرکم الله نفسه، و یحذرکم الله نفسه. میگه الله سبحانه و تعالی شما را از نفس خود میترساند. اینمی کلمه نفسه را در سوره آل عمران آیت 28 است. ایره ذات ترجمه کردن، زیادتر ذات. اما در قرآن و سنت کلمه ذات به این شکل که استعمال میشه عوضش نفس آمده و یحذرکم الله نفسه. صحیح نه؟ این کلمه نفس استعمال شده. این به حساب لغوی هست. و در اصطلاح ایمان داشتن به وجود خالق متعال به همان گونه که به جلال و عظمتش شایسته هست و در قرآن و سنت ثابت گردیده. یعنی ایمان داشتن به وجود خالق متعال به همان گونه که به جلال و عظمتش شایسته است و در قرآن و سنت ثابت می باشه. مثلا ما و شما چه قسم به ذات الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشیم؟ به اون شکلی که در قرآن و سنت ثابت است. در قرآن عظیم الشان الله ذات خدا معرفی کرده. قل هو الله احد، گفته الله ذات یگانه هست. الله الصمد، الله ذات بی نیاز است، یعنی نیازی به سکرتر و رئیس دفتر و به همکاری گپا نداره و نیازی به فرزند و والدین و شریک یا نداره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس خالق متعال ذات خود در قرآن عظیم الشان معرفی کرده که ذات یگانه هست و به شریک و مانند یا ضرورت نداره.